дуруд бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 1 май аст ва дар 15 дақиқаи баъдӣ ин мавзӯъҳоро баррасӣ хоҳем кард. ҳаёт дар шароити коронавирус. гаштугузор дар кӯчаҳои душанбе камтар шудааст, вале бархе сокинон мегӯянд имкони бӯшанишиниро надоранд. нархи бензин арзон шуд, аммо қимати таксиҳо баланд ва ё чаро ронандаҳо нархи роҳгиро ба самти суғдро боло бурданд? امروز همون راهگیراهایی که راننده‌ها برای آنها پیشنهاد میکنن میخوان که توسط همون راهگیراها اونها رو به خود جلب برن یا اینکه به دیگر منطقه‌های ولایت سوخت عموما اونها همون شرایط رو ندارن که مبلغ رو پرداخت کنن. ва қатъ шудани бозиҳои футбол дар тоҷикистон вуҷуди бархе аз дастаҳоро зери суол гузоштааст. اینجا ما لگندو داریم مثال جای خواب خوردن ماشوشان دادن در که وقتش قطعی. шурӯъ мекунам аз як хабари дигар. субҳи имрӯз ҳавопаймои Somon Air аз Душанбе ба Франкфурт парвоз кард. сафорати Тоҷикистон дар Олмон бо нашри як эълон гуфт ки ин ҳавопаймо дар роҳи бозгашт тоҷикони бандмонда дар Олмонро ба ватан меорад. чанде пеш тоҷикон гуфта буданд теъдоди онҳое ки дар пайи қатъ шудани парвозҳо дар ин кишвари аврупоӣ монданд ҳудуди 40 нафар аст. ба таъкиди сафорат, чиптаҳо мустақиман қабл аз парвоз дар худи фурудгоҳи Франкфурт фурӯхта мешаванд. ҳавопаймо шоми имрӯз ба Душанбе бармегардад. тоҷикистон аз нимаи моҳи март марзҳоро баста онҳоеро ки бо парвозҳои чартерӣ аз хориҷ меомаданд ба карантини 2-ҳафтаина мегирифт. то рӯзи гузашта ҳукумати кишвар исрор меварзид ки ягон ҳолати гирифторӣ ба вируси COVID-19 ҷой надорад. дирӯз расман эълон шуд ки вирус ба Тоҷикистон расидааст. вале дар бораи чӣ гуна сироят шудани 15 нафар дар Суғду Душанбе то ба ҳол маълумоте дар даст нест. ҳамин гуна возеҳ нест ки дар Тоҷикистон реҷаи карантинӣ ҷорӣ мешавад ё не. сарфи назар аз ин Мулраҷаб Юсуфӣ ва Амриддин Олимов мушоҳида намуданд ки имрӯз кӯчаҳои Душанбе камодам будааст. اینجا کنار فروشگاه صدبر یکی از سرازدحام‌ترین مکان‌های دوشنبه بود. روزهای معمولی در اینجا روا خیلی زیاد بود که به اصطلاح حتی جای پا گذاشتن نبود. اما بعد از یک روز اعلان موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان از سوی مقامات اینجا کم آدم‌تر به نظر دیده می شود. هرچند در تاجیکستان رسما کرانتین اعلان نشده است، اما برخی ها به خاطر احتیاط کمتر به کوچه میبرایند. زمونه خیشیده کار نکنی نمیشود، ذخیره نیست. این 90-70% خلق قبیل چکو کده سای از هر کار میبره 20 کار میکنه که برای 2 تا نون خراب برای فرزندوش. ما باید برویم نبرویم نمیشوم. چرا اونو خرید کردن در کارای کردم چی باید برویم. نمیشه که ما در خونمون بیارن گوان ماهی ما باید برویم. شما خودتون یا شوهرتون یا فرزنداتون میبرن یا در خونه میشینید؟ هممون میبرویم. هممون مجبوره میبرویم. اما تنها مردم عادی نیستند که خود را از سیرایت یافتن به کرونا ویروس احتیاط میکنند. در جلسه اخیر حکومت که دیروز برگزار گردید، وزیران رهبران اول نیز با فاصله از هم نشسته بودند. ضمناً رئیس حکومت امامعلی رحمان امروز برای کارمندان ساحه طب از فاند ذخیروی پرزیدنت بیش از 12 میلیون سومانی جدا کرد و گفته مقامات با این مبلغ برای آن کارمندان ساحه طب که در به واسطه در روند آشکار کردن و تبابت بیماری کووید-19 اشتراک میکنند دوام 3 ماه یک معاش دیگر داده می شود. همچنین دفتر مطبوعاتی پرزیدنت خبر داد که رئیس جمهور معاش یک ماهه خود را به صورت حساب مقابله با کرونا ویروس گذرانده است. اما کارشناسان اقدامات مقامات تاجیک در راه مبارزه با کرونا ویروس را ناکافی می‌خوانند. برخی ها پیشنهاد دارند که حکومت برای مدتی کوتاه حتی در کشور کرانتین اعلان کند تا این بیماری افزایش نگیرد. طبق اطلاع رسمی تا این لحظه در تاجیکستان 15 حالت گرفتاری به بیماری کووید-19 به قید گرفته شده است که 10 حالت آن در ولایت سوخت و 5 حالت دیگر در شهر دوشنبه بودند. هرچند مقامات گفتند که ساعت‌های نزدیک آمار تازه گرفتاران کرونا ویروس را نشر خواهند کرد. матлаби Мулраҷаб Юсуфӣ аз Душанбе буд. дар ҷануби Тоҷикистон оиди гирифторӣ ба бемории COVID-19 то кунун ҳеҷ гузориши расмӣ нарасидааст. ҳарчанд 400 нафар муҳоҷироне ки аз Русия бо парвози чартерӣ қаблан ба ватан оварда шуданд, давраи карантинро дар ҳамин минтақа пушти сар карданд. бо ин ҳама Орзуи Карим мегӯяд, нигарониҳо дар миёни сокинон ҷой дорад.
بعد اینکه حکومت جمهوری تاجیکستان جای داشتن کرونا ویروس را تصدیق کرد، مردم بیشتر در این باره صحبت میکنند. در جنوب تاجیکستان شهر باختر مردم از یکدیگر درباره کرونا ویروس میپرسند. ساعت باشی ما دیزاتریات میگیم، چی میگیم ما خانه ها را چکدم دیفیلیت سکدم خیلی با جبه کمون دار سریع دیکوب داریم در کارشی میکشیم در تیمه میتونی شهر تینجه سال باشی میدونیم که پیدا شده در تاجیکستان ادیکش نمیدونیم چیش چیه خیلی گوهی کردن در کره همیش کم در 2018 اومده بودن این کسر هیچ که نفهمیدن قریب 200 نفر مرد در قربولو در بوسه در کلوب در تمام جامعه هیچ که نفهمیدن. گزارش مفصل ارزوی کریم رو امکان دارید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. من برنامه خبری رو ادامه میدم. در نقطه های فروش سوزشواری دوشنبه نرخ بنزین تا اندازه پایین رفته است. در برخی از بنزین فروشی ها میگویند با ادامه کاهش یافتن طلبات به مواد سوخت احتمال نرخ باز هم ارزان تر شود. این تغییرات پیش از همه به فایده تاکسیران هاست. با این همه مسافرانی که حالا به سمت شمال سفر دارند از برعکس گران شدن نرخ راهگیرا گله میکنند. برای یوسفی موضوع رو ادامه میدهد. جامعدان‌های پر از بار، دانشجویانی در جستجوی مسافربر، مردمی کاملا نقاب‌پوش صحنه امروزه ترمینال مسافرکشانی به سمت ولایت سوخت است. پس از اعلان تعطیل قبل از وقت، صدها دانشجو از منطقه‌های کشور شتاب کرونا راه به سوی زادگاه و نزدیکان گرفتند. مدت 2 روز می‌شود که انبوه مسافران در ترمینال خیلی بسیار شده است. از همین سبب وسایل نقلیات در ترمینال فعالیت کننده کم همش به سمت ولایت سوخت کم هست. اکثر مسافران ترمینال که دانشجو هستند از آن شکایت دارند که راننده‌ها با سوء استفاده از فرصت قیمت راهگیرا را به سمت شهر و نواحی ولایت سوخت افزایش دادند. شرایط ندارند که آنها مثلا توسط راهگیراهای مقرر گردیده از جانب رانندگان تا با 200 سومانی به راه برند. اما رانندگان میگویند قیمت راهگیرا به سمت ولایت سوخت را بالا نبردند. با نرخ همون چخلی که پیش حرکت نکردیم همینجا میبردیم همون خیلی برده استیم 800 تا 130 سومون. اگر خواهشمنده باشم مرحمت ماشینم همونجا 37 ایستادگی رفته همینا رو پرسین خودتون. بالاروی قیمت راهگیرای مسافرکشان‌ها با منطقه‌ها در حالی است که در تجارت سوزشواری تاجیکستان صحنه مقابل به نظر می‌رسد. در چند روز اخیر نرخ سوزشواری به خصوص بنزین تا 1 سومانی پایین رفته و تاجران میگویند خرید سوزشواری تا حدود 30% کاهش یافته است. در این شرایط میشه که با ارزان‌تر شه خیلی خوب میشه. با خدمترسی ما دیگه به طور دیگه خیلی مثلا دست افکنی که میشه با ما ارزان میتونیم که بریم. مقامات تاجیکستان روز 30 اپریل 15 مورد گرفتارشوی به بیماری کووید 19 را رسما اعلان کردند. بر اساس یک دستور بازارهای لباس فروشی بزرگ در کشور بسته شده. دانشجویان تا سال سوم تحصیل مکاتب عالی قبل از وقت به تعطیل فرستاده شدند. قبلا خوانندگان مکتب‌های میانه هم برای 2 هفته به تعطیل تابستانه رخصت شدند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. از زمان استرایت پاندمی کرونا ویروس و خیلی پیشتر از آنه که تاجیکستان موجودیت این بیماری رو اعتراف کرد، سازمان‌های بین‌المللی به پیشنهاد کمک‌های مالی شروع نمودند. از جمله بانک جهانی توسط یک برنامه فوریش به تاجیکستان برای مبارزه با کووید 19 بیش از 11 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود. همکارم عبدالله اشورов این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که این پولها به کجا مصرف خواهند شد، چون الکای گزارش‌ها میرسند که بیمارخانه‌ها در دوشنبه و خوجند پر شدند و امکان پذیرفتن بیماران دیگر را ندارند. سلام شهلا. بانک جهانی در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت در دایره این مبلغ یعنی 11.3 میلیون دلار از جمله 100 عدد دستگاه‌های هوادهنده و یا EVL خریداری می شود. وزارت تندرستی روی خط تجهیزات و مواد لازمی را برای طبابت سریع یعنی اینتنسیوی ترتیب داده و بانک جهانی با حکومت در برقرار کردن ارتباط با شرکت‌های تجربه‌دار تحویلگر برای خرید تجهیزات بلندصفت در مدت خیلی کوتاه یاری می‌رساند. موافق برنامه از 11.3 میلیون دلاری که بانک جهانی جدا کرده است، 6.3 میلیون دلار برای بالا برداشتن ظرفیت طبابت اینتنسیوی در بیمارستان‌ها از جمله خرید تجهیزات، 1 میلیون دلار برای آماده سازی جامعه برای مبارزه بر ضد بیماری، 3 میلیون دلار برای رسانیدن یاری به خانواده‌های کم بضاعت و 1 میلیون دلار باقی برای اجرا و ارزیابی برنامه مصرف خواهد شد.
بانک جهانی به رادیو آزادی گفت 3 میلیون دلار این لایحه برای کمک به خانواده‌هایی که کودک خرد دارند و با خطر کمبود غذا روبرویند صرف می شود. خب عبدالله می شود در این باره با تفصیل صحبت کنیم. خانواده‌های فقیر چی مدت کمک میگیرند و کیها می توانند به آن امید بندند؟ شالا بانک جهانی میگوید خانواده‌هایی که مقامات حالا فقیر اعتراف کردند در تمام 6 ماه کمک اجتماعی اضافی خواهند گرفت. بنابر برنامه بانک در صورت اجرا شدن حدود 200,000 خانواده‌های فقیر در تاجیکستان از برنامه کمک اجتماعی بهره‌مند خواهند شد. ببین عبدالله، در کشورهایی که به خروج کرونا ویروس دچار آمدند کارشناسان از جمله همین بانک جهانی هم شمار احتمالی سرایت بیماری و حتی فوت آدمان را پیش بینی میکنند. آیا در مسئله تاجیکستان هم چنین پیش بینی هست یا نه؟ بله شالا، کارشناسان بانک 3 سناریوی گسترش کرونا ویروس را در تاجیکستان بررسی کردند که باز هم میگویم یک نوع مدل سازی و یا فرضیابی‌های احتمالی است. بنابر چنین ارزیابی‌های بانک احتمال دارد در تاجیکستان از 70 تا 230,000 نفر با کرونا ویروس گرفتار شده، امکان دارد از 6,000 نفر تا بیش از 21,000 بر اثر بیماری کووید 19 بمیرند. خیلی رقم های دهشتناک. امیدواریم آگاهی از چنین دورنمای وحشت برانگیز جامعه را وادار میکند که بر ضد وبای عصر قیام نموده دستورهای طبیبان معالجه و گوشه‌نشینی را جدی اجرا خواهند کرد. تاجیکستان با مثل سطح عالم هفته روان مسابقه فوتبال را متوقف نمود، حداقل تا 10 مای قوازمایی‌ها دایر نخواهند شد. تنفس با وجود آمده از دسته‌های فوتبال سراسر دنیا را در وضع فوق‌العاده ناگوار قرار داده است، زیرا مسابقه برگزار نمی‌شود، بینندگان به ورزشگاه نمی‌آیند و شبکه‌های تلویزیونی نیز رقابتشان را نشان نمی‌دهند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان 5 روز قبل از اعلان آشکار شدن 15 مورد گرفتاری با کرونا ویروس تصمیم گرفت همه مسابقات فوتبال در کشور را تا سنه 10 می به تأخیر گذارد. همکنون با اعلان شدن مورد گرفتاری به بیماری کووید 19 در کشور امکان دارد این تنفس تا مهلت نامعین تمدید شود. ماموریت باشگاه‌های کشور میگویند اگر تنفس طول کشد به وضع دسته ها به تاثیر نمی ماند. اگر 2 ماه 3 ماه پریریف شود کمان دارد ضرر میرسونه. اینجا ما لگندو را داریم، مثال جای خواب خوردن ماشوشان دادن در کل وقتش قطعی. با پهن شدن کرونا ویروس در سراسر جهان سر از ماه مارس تمامی مسابقات ورزشی از جمله فوتبال قطع گردید. تاجیکستان در قطار بلاروس و نیکاراگوآ از کمترین کشورهایی بود که سبقت‌های فوتبال در دایره لیگ عالی ادامه داشت، هرچند حضور مخلصان در ورزشگاه ممنوع بود. شما اگر دقت کنید الان فوتبال محبوب ترین ورزش جهان است. به خاطر چی؟ به خاطر مخلص. اگر مخلص نباشد که دیگر اون هیجانی که باید فوتبال داشته باشد نیست. ولی مطمئنا سلامتی مخلصا، سلامتی مردم مهمتر است. فیفا اعلام کرد که در این دوره مشکل به سازمان‌های ملی فوتبال کمک مالی می‌رساند تا به آنها در مبارزه با عاقبت‌های پنجشنبه سرایت کرونا ویروس که موسم را قطع کرده است مساعدت کند. گفته می شود که 211 فدراسیون از جمله تاجیکستان مبلغ عمومی تقریباً 150 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. به هر یک اعضای فدراسیون بین المللی برای دستگیری کاری آنها در دوره کرانتین 500,000 دلار پرداخت خواهد شد. امروز رو با پایان میرسونیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو، بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر خواستید گزارش‌های روز و جالب رو تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوب و با فراغت می‌خواهیم. تا برنامه نوبتی در هفته نو، خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان باشد.